صبح 26 ایولی سال 2018 پیشوای ملت سرور جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با مقصد شناسایی از جریان ساختمان با نیروگاه برقی آبی راغون تشریف آوردند. سلام تماشاچیان شبکه اگراتک تیجی، با شما من یوسف عزیزوف. چنانه که به شما وعده داده بودم، هر نویگری ها و پیشروی هایی که در نیروگاه برقی آبی راغون به عمل می آید حتما من به شما معلومات می دهم. راستی خودم هم همیشه انتظار خوشخبرها از این ساختمانی عصر می باشم. اینک درباره رفت اجرای کارهای ساختمانی در این نیروگاه به شما معلومات پیشکش می نمایم. سرور دولت نخستین از موضع بنیاد نوبتی اولی سربند نیروگاه برقی آبی راغون که یکی از مرحله‌های مهم ساختمان این انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت به حساب می رود شناس گردیده. در مراسم بهره برداری قرار گرفتن مرحله اول خط کنویری اشتراک نمودند. خودی حالا باشد در نیروگاه در 78 قطعه کارهای ساختمانی با صفت بلند اجرا شده ایستادند. کار در این قطعه ها شب و روز دوام داشته با صورت بلند پیش رفته ایستاده است. در برابر اجرای کارها در سربند کارهای وصل و نصب اسبابهای سنجشی چینکونی دوام داشته تا امروز 48 عدد اسباب سنجشی چینکونی نصب گردیده است. موافق لایحه بیش از 45,000 متر مربع مساله ساختمانی گیوممبرانه که همچون مواد ضد آلایشی اساساً در کشورهای اروپا استحصال کرده می شود استفاده گردیده است. گیوممبرانه در قسمت پیش سربند قسم به قسم و قبت به قبت در یک جایگی با دیگر موادهای ضد آلایشی نصب گردیده. با گفت مسئولین ساختمان عملی نمودن این تدبیر امکان می دهد آب داخلی آب انبار از پیشدرغات نمی گذرد. بنیاد پیشدرغات جزء اساسی نیروگاه به حساب می رود. بنیاد سری وقتی آن به سری وقت به کار درآمدن نیروگاه سببگار می گردد. در قسمت پیشدرغات یک چند انشاءات ها وجود دارند که یکی از آنها آب قبول کنک موقتی که اگریگات اول با واسطه آن یعنی آبگیری کرده می شود موجود است. کارها در اینجا با پورگی به انجام رسیده شده است و پنجره های فلزی شیمیایی آن نصب گشته است و انشاءات دیگر منطقه این درآمدگاه نقبی رقم 3 می باشد که در اینجا نیز همه کارها الکی به انجام رسانیده شده است و یک قسم کمی کار در برآمدگاه نقب 3 باقی ماندند که روزهای نزدیک به انجام می رسد. چنانکه در بالا گفتم امروز مرحله اولی خط کنویری به کار شروع کرد. بنیادی خط کنویری که اصلا برای انتقال مواد سربند اساساً سنگ و شغل بسیار مساعد است. از جانب شرکت سالینی ایمپریجیلو در حال حاضر 4200 متر را تشکیل می دهد. کارهای زمینی و آهن بتونی را در این منطقه متخصصان شرکت ساختمانی تاج گیدرومنتاژ به انجام رسانیده نصب تجهیزات از طرف دو شرکت خارجی عملی کرده شده است. دستگاه و تجهیزات کنویری که از طرف شرکت‌های با نفوذ ایتالیا، فرانسه و آلمان ساخته شده است در یک ساعت امکانی انتقال 3000 تن سنگ و شغل را دارد. اکنون با بهره برداری قرار گرفتن آن از کانهای اللهیدگی به خرج زیادتی و صرف وقت سنگ و شغل و دیگر جنس‌های کوهی به موضع بنیاد سرگاه اساسی انتقال داده می شود. این امکانیت می دهد که کار در این جبهه 2-3 مراتب تیزتر و با صفت اجرا شود. برای بنیاد سربند در این کانها زیاده از 50 میلیون متر مکعب آمیخته سنگ و شغل و دیگر جنس‌های کوهی ذخیره کرده شده است و کارهای در این سمت با استفاده تکنیک زمانوی کار با سرعت ادامه دارد. در سرگاه خط کنویری همزمان دو کارگاه کارکرد شغلزنی ساخته شده است که وابسته به ضروریت طریق اتوماتیک همه جنس‌های کوهی را برای استفاده در سربند تیار می‌کنند. با بنیاد مرحله دوم مسافه خط کنویری مجموعاً به 9000 متر می‌رسد که نقطه نهایی آن موضع ساختمان سد اساسی خواهد بود. واقعاً همه کارهای اجرا شده تحت نظارت دائمی بوده صفت آن دائمی نظارت کرده می شود. در ادامه سفر سرور دولت با وضع امروزه انشاءات آب شور و حالت محافظتی آن که هنوز سال 2015 ساخته شده بود شناس شدند. سد مذکور در قسمت پایانی سای آب شور ساخته شده برای حمایه انشاءات برقی آب راغون در روزهای بارشاتی زیاد پیش بینی گردیده است. سد با بلندی 75 متر و پهنایی 20 متر بنیاد گردیده شدت خرابی آوری آب را برهم می‌دهد.
یادآور می‌شویم که آب هرچند خرد باشد هم در حالت باران‌ها آب بیان خیلی زیاد گشته می‌تواند به انشاءات‌های نیروگاه ضرری خود را رساند. در این انشاءات به مقداری 2000 متر مکعب بتون خوابانده شده. حجم ارماتوری بسته شده زیاده از 7000 را تشکیل می‌دهد. کار در گزارش نقل‌های ساختمان استه 1 و استه 2 بنای اداره‌کنی نیروگاه، کارهای بیرونی بنای تجهیزات الیگازی، تقسیم کننده برق، حالت امروزه سد اساسی و فعالیت کارگران در دیگر انشاءات‌های این موضع خوب جریان دارد. ساختمانچیان تا امروز کارهای انکرگذرانی، ارماتوربندی دیوارها و بتون خوابانی را در قطعه گزارش نقل ساختمانی استه 2 به انجام رسانیده حالا با ارماتوربندی قسمت سد مشغولند. کارهای ارماتوربندی و بتون خوابانی در کف و دیوارهای قسمت نقل ساختمان استه 1 با سرعت و با صفت بلند دوام دارد. تعداد کارگران در این موضع از 200 نفر زیاد بوده. برای آنها شرایط مساعد کاری فراهم آورده شده است. برای پیشرفت کارها مسائل ساختمانی و تکنیکی و مکانیزم‌های ضروری مهیا بوده. به خطری ساختمانچیان پورا تامین میباشد. درازی نقل ساختمان قبط یکم 1365 متر و نقل دوم 1382 متر را تشکیل می‌دهد. این چنین کار در بنای تجهیزات الیگازی تقسیم کننده برق که در مساحت 1850 متر مربع وصل و نصب گردیده است خوب پیشرفته ایستاده است. در این عمارت بالا پوشیده دستگاه الیگازی 500 کیلووات و 4 عدد دستگاه الیگازی 200 کیلووات نصب گردیده است. مسئولان تاکید داشتند که در این کارخانه وصلگری پیش از 90% به انجام رسیده است. تجهیزات‌ها را فیرمای سیمنز تیار نموده در وصل و نصب آن نمایندگان شرکت به واسطه اشتراک داشتند. این تجهیزات برای قبول و تقسیم کنی برق روان کرده می شود. انتقال نیروی برق از این انشاءات به سیستم یگانه انرژتیکی مملکت توسط 6 خط برقی هوایی 500 کیلوولت صورت می گیرد. این تجهیزات یکی از پیشرفته ترین در دنیا بوده از طرف شرکت سیمنس جمهوری آلمان تیار کرده نصب شده است که خصوصیت های خاصش یکم حجم نسبتی تجهیزاتی که در هوای کشاد نصب می شود 60% خردتر می باشد. دوم تاثیر قوه میدان مگنیتی که در این تجهیزات تماما وجود ندارد به سلامتی انسان ضرر نمی رساند. سوم این صفت خود الیگا است. این پیوستگی ماده شیمیایی سولفاسفور که این گاز الیگازی هست به سلامتی انسان تماما ضرر ندارد و خصوصیت های ترکندگی و سوزندگی در این وجود ندارد. این چنین عمارت از نظام اتوماتیک آتش خاموش کنی و نظام اتوماتیک هوا تازه کنی تامین بوده پورا نصب و وصل گردیده است و در صورت سرزنی سوختار به طور اتوماتیک فعال گردیده انشاءات را امین نگاه می‌دارد. قسمت بیرونی کارخانه نیز در نیروگاه به مرام دوام دارد. با باوری میتوان گفت که ساختمانچیان در مهلت معلوم شده از عهده همه کارهای بزیمه‌شان بوده سربلندانه میبرایند و ما آرزوی آن را داریم که آنها توانند که سربلندانه از اجرای نقشه بزیمه‌شان گذاشته برایند.